از دوستان استدعا میکنم که تشریف بیارن جلوتر. خداوند تبارک و تعالی رو بسیار سپاسگزاریم و تشکر میکنیم به خاطر همه نعمتهای خوبش. همه نعمتهای خداوند خوب هست، چون خود خداوند خوب هست. همه نعمتهای خداوند مفید هست، چون خداوند مثبت نگر هست. هیچ موقع خداوند دید منفی نسبت به ما و شما بندگانش ندارد، همش دید مثبت. همه نعمتهای خداوند رشد، توان، توسعه، سلامت و سعادت آفرین هست، چون خداوند بندگانش را دوست می دارد و از یک دوست خوب و یک خیرخواه و یک دلسوز جز دوستی و محبت و خیرخواهی چیزی دیگر سراغ نداریم. و چه دوستی و کدام دوستی، یا چه دوستی و کدام دوستی بالاتر از الله تبارک و تعالی. اللهی که از رشد و توانمندی و توسعه بندگانش خوشحال و خرسند می شود و به نعمتهای خود این رشد و توان و توسعه تزریق نموده تا با استفاده بهینه از نعمتها بندگانش به رشد و توانمندی و تعالی و توسعه برسند. خداوند این دوستی را در محکم کتابش قرآن عظیم الشأن اعلام فرموده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله ولی الذین آمنوا. اعلام دوستی. الله دوست و دوستدار بندگان خوب و عاقل و پاک و مؤمنش هست. بعد از اعلام اقدام عملی برای رشد و هدایت و توسعه دوست. یخرجهم من الظلمات الی النور. چقدر زیبا خداوند دوستی را بیان می‌فرمایند و چقدر خالصانه و صادقانه برای رشد و توسعه دوستش اقدام می‌کنند. الله ولی الذین آمنوا. افتخار بکنیم، احساس سربلندی و عزت بکنیم به این دوستی. قبل از اینکه ما اعلام دوستی با الله بکنیم، الله اعلام دوستی با ما کرده. این دوستی را از دست ندهیم که از دست دادن این دوستی پریشانی است، دربدری است، پراکندگی است، تشتت است. بعد می‌فرمایند یخرجهم من الظلمات الی النور. خداوند تلاش می‌کند که دوستان خوبش را از تاریکی‌ها و ظلمات تفکرات و اندیشه‌های نادرست و اعتقادات و باورها و نیت‌ها و مقاصد نادرست و اعمال و رفتار ناشایسته که سبب تاریکی زندگی او می شود خارج بسازد و به طرف و به سوی روشنایی معرفت، ایمان و توحید،
اخلاق، تقوا، علم و دانش و خوبی ها و محبت ها و صفا و صمیمیت ها داخل بگرداند. با این دوست، با این اوصاف چطوری باید رفتار کرد؟ چطوری باید تعامل داشت؟ همه نعمتهای خداوند برای ما و شماست. نیازی نیست سر را و گردن را به این طرف و اون طرف بچرخانیم. خداوند با ایجاد این همه نعمتهای متنوع و بیشمار توجه کامل خودش را به بندگانش ابراز داشته. برای خداوند ما و شما ارزشمندیم که خداوند اینطوری با نعمتها به ما و شما توجه کرده. این توجه ویژه را با بی‌توجهی جواب ندیم. بی‌توجهی به نعمتهای خداوند، عدم بهره برداری صحیح از نعمتهای خداوند، کفران نعمتهای خداوند، استفاده نادرست از نعمتهای خداوند، پایمال کردن نعمتهای خداوند، یعنی بی‌توجهی به خداوندی که صاحب نعمت هست و با ایجاد این همه نعمت به ما و شما بها داده، توجه ویژه کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و ما بکم من نعمت فمن الله و ما بکم من نعمت فمن الله. منشأ نعمتها الله، منتهای نعمتها بندگان الله، ثمره نعمتها بندگان الله. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. اگر بخواهید نعمتهای خدا را بشمارید هرگز به شمارش در نمی آید. نعمتهای آشکار و پنهان، نعمتهای محسوس و غیر محسوس، که چه بسا نعمتهای غیر محسوس به مراتب بیشتر باشد که ما نمیدانیم چه دستهایی خداوند به کار گرفته برای رشد ما، مگر اون چیزی که خداوند به ما خبر داده. و ما یعلم جنود ربک الا هو. اما کنهشون نمیدانیم که چطوری در خدمت ما هستند. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کف آری و به غفلت نخوری. به غفلت نخوری یعنی بی‌توجهی به خدا و نعمتهای خدا نکنید. همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار، شرط انصاف نباشد که تو به خدا توجه نکنید. نافرمانی خدا یعنی بی‌توجهی به نعمتهای خدا، بی‌توجهی به خداوند که رب العالمینه. و من و تو خیلی کوچکتر از اونیم که به خدا توجه نکنیم، چون قدرتی نداریم که بگیم دیگران باید به ما توجه کنند. خودمان را خدایی در جایگاه خدا قرار ندیم، بلکه ما عبد خدا هستیم. این بالاترین مقام است. جایگاه و شناختن و تشخیص دادن و در جایگاه خودت قرار گرفتن، این توجه به مقام والای رب العالمین هست. در درگاه ما دل را یک دله کن، آنچه غیر از ماست آن را یله کن. یک صبح به اخلاص بیا بر در ما، گر کار تو بر نیامد آنگه گله کن. بیا با حوری جنت
منه برگردنم منت، نهایی مقصدم چون رؤیت ستار میگردد. همه نعمتهای خداوند شکر میطلبد. تصور ما شما از تشکر از خداوند چیست؟ این تفکر را از خود دور کنیم که تشکر ما از خداوند خدا رو تقویت می کند. این اعتقادی است باطل و خطرناک. یعنی منت سر خدا میگذاریم که خدایا اگر ما از تو تشکر نکنیم تو تضعیف میشوی. هیمنت تو بر کون و مکان تضعیف میگردد. این اعتقاد و تفکر باطل است. تشکر از خداوند نیاز خدا نیست، نیاز من و توست. تشکر از خداوند خدا را تقویت نمی کند و کفر به خداوندم خدا را تضعیف نمی کند. تشکر از خداوند در حقیقت تقویت شاکر هست، تقویت ما و شماست و کفران نعمتهای خداوند در حقیقت تضعیف خود هست نه خدا. اینها باورهای اعتقادی ماست. بر مبنا و اساس این باورها تحولات و دگرگونی ها در زندگی ما می آید. به مصداق این آیه توجه کنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شکر نعمتها را به جا آوردید من نعمتها رو طوری قرار دادم که شما رو توانمند می کند. از شکر یک نعمت 100 نعمت و صدها برکت تولید می شود. برکتهای نعمتها نیاز خدا نیست. برکتهای نعمتها نیاز زندگی ما و شما و خانواده و فرزندان ما و شما و جامعه ما و شماست. تصورات و تفکرات و دیدگاه ها و باورها رو تصحیح بکنیم. شکر نعمت چیست؟ استفاده بهینه از نعمتها در جهت اهداف خلقت نعمتها را کمال شکر می نامند. کاملترین شکر این است که هر نعمتی را در جهت اهداف خلقت اون نعمت به کار بگیرید. این رشد و توانمندی می آورد. چه بسا انسانها نعمت چشم را به کار گرفتن در جهت خلقت خود چشم، در جهت هدف خلقت چشم. همین یک چشم اونها رو توانمند و تمامی متعلقین به اون که از نعمت چشمش استفاده برده همه رو توانمند کرده. خاصیت نعمتها مفید بودن و رشد و توانمندی است. چرا با وجود این همه نعمتها ما در بدر و پریشان و پراکنده و مختلف و متشتتیم و دست و پا میزنیم خدایا به دادمون برست. خداوند نعمتها رو فرستاده که به داد ما برسند. نعمتها رو پایمال کردیم که ابزار قدرتند و توانمندی و رشد و توسعه و سربلندی و عزتند. بعد میگیم خدایا به دادمون برست. دیگه کدوم نعمتی میخواهیم که به دادمون برسد؟ بالاتر از نعمت هدایت اگر به داد ما نرسد دیگه دست بلند کردی چی میخوایی؟ آیا نعمتی معادل نعمت هدایت وجود دارد؟ هدایت به دین مبین اسلام یعنی هدایت به همه خوبی هایی که در تصور انسان بیاید و گنجانده شود.
دین یعنی مجموعه خوبی هایی که الله رب العزت و الجلال تشخیص داده ماورای این خوبی ها خوبی وجود ندارد. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. در جای دیگه میفرمایند و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کدوم خوبی ورای خوبی دینی هست؟ قرآن، هر آیه قرآن قاعده‌ای برای بهتر زیستن و بهتر زندگی کردن و خاتمه به خیر شدن است. قرآن مجموعه قواعد خوبی است. الا بذکر الله تطمئن القلوب. هر آیه یک قاعده. قرآن کلام خدا آمده تا رحم خدا را برای بندگان خدا بچشاند. قرآن کلام خدا آمده تا رحم خدا را به بندگان خدا بچشاند. رحمی غیر از قرآن سراغ نداریم. رحم خدا در دنیا دین خداست و دین خدا مبتنی بر علم و حکمت و منطق سلیمه. دنبال رحم خدا در ظلم نچرخیم، دنبال رحم خدا در فساد نچرخیم، دنبال رحم خدا در انواع معصیت ها و بی‌عدالتی ها نچرخیم، دنبال رحم خدا در کینه توزی و تکبر و خودخواهی و دشمنی نچرخیم. رحم خدا در دین خداست. همه نعمتهای خدا شکر می طلبد و شکر نیاز ما و شماست. تمرین شکر بکنیم. روزی 3 ساعت جوانای ما تمرین فوتبال میکنن تا یک فوتبالیست حرفه‌ای بشن، یک گلی بزنن. حالا اگر شده رو حساب 4-5 تا پا هم قلم بکنن، مهم که یک توپی رو وارد تور بکنن. اشکال نداره، ورزش چیز خوبیه. چرا یک شکرگزار حرفه‌ای و تمام عیار نباشیم؟ خودت و فرزندانت و دوستانت. اگر مادر غذای خوشمزه‌ای درست کرد، بچه از سر سفره بلند نمی شود تا اینکه به مادرش در حضور پدرش بگوید مامان دست در نکنه، خیلی خوشمزه بود، نگاه کن چقدر خوردم مامان. مامانم در جوابش میگه نوش جان پسرم. آیا به خدا گفتیم که ای خدا دستت در نکنه؟ عجب نماز خوشمزه‌ایه، عجب علم خوشمزه‌ایه، عجب کلام زیبا و جذاب و پرمحتواییه، عجب اخلاق کاملیه، عجب رمضان بزرگوار و سخاوتمندیه، عجب طهارت و عفت و پاکدامنیه. و اینک لعلی خلق عظیم. آیا به خدا گفتیم یا رب العالمین دست در نکنه؟ خیلی ممنون. نگاه کن چقدر استفاده کردیم، چقدر داریم بهره میبریم، چقدر این نسخه های که تو برامون نوشتید و پیامبر تو صلی الله علیه وسلم تجویز کرده، زندگی ما رو از این رو به او کرده. چقدر رشد و امنیت و عفت و پاکدامنی و طهارت و عزت و کرامت و صفا و صمیمیت و محبت و عشق و عدالت و برابری و برادری رو به جامعه ما تزریق کرده. از برکت این نظم و این برنامه و این آیات ربانی توست که در زندگی ما نظم آورده، رشد آورده، سلامت آورده، سعادت آورده. آیا به خدا گفتیم؟ ما حق نداریم بچه هامون رو طور تربیت بکنیم که اگر غذایی دوست ندارن از غذاهایی که
خداوند تجویز کرده حتی اگر نان و عدس باشه. حق نداریم که بچه هامون طوری تربیت کرده باشیم که اگر نان و عدس جلوش گذاشتیم بگه اخ. کسی به نعمت خدا نباید اخ بگه. ولی امروزه بعضی از بندگان خدا به نماز میگن اخ، به حجاب میگن اخ، به این ارزش ها میگن اخ، به معصیت ها میگن به. مسلمان و مسلمان زاده از زمانی که به معصیت خدا گفتیم به و به کلام خدا و فرامین خدا و دستورات خدا و نعمتهای خدا گفتیم اخ، ما هم اخ شدیم، ما هم آلوده شدیم، ما هم پریشان شدیم. میخوایم بلند بشیم نمیتونیم، لخت شدیم، عورتمان مکشوف شد. از کی شراب به شده؟ الخبائثه. از کی مواد مخدر و مسکرات به شده؟ از کی قرص ایکس و پان و دود و تنباکو و سیگار به شده، نشاط آور شده؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب. جا داره که از همه شما هم به خاطر حضور صادقانه و خالصانه و آگاهانه که همش حاکی از رضایت بخشی این مجلس هست و حاکی خرسندی و خوشنودی شما که حاکی حمایت 100% شما از جشن عفت و طهارت و پاکدامنی و جشن ارزش هاست، از شما تشکر بکنم و یک تبریک ویژه به شما بگم. واقعا این حمایت و این حضور از جشن طهارت و عفت و پاکدامنی مبارکتون باد و سبب برکت و توسعه خوبی در جامعه شما باشد. همتون بگید آمین. جا داره که یک تشکر ویژه هم از این عزیزانی که مجلس ما را امشب تشکیل دادن که این همه خیر و برکت عاید ما بشه در این مجلس، دامادان و عروسان ارزشمند و دوست داشتنی این مجلسی که خیرخواهیشون رو در حق جامعهشون به اثبات رسوندن، نخواستن مراسمی برگزار بکنن که این همه جوان مؤمن آلوده به خمور و رقص ها و اختلاط های نادرست و چشم چرانی و اسراف و معصیت خدا و گناه بشوند. ما داریم به اونها یخچال فریزر اعلام میکنیم که هدیه دادیم. این عزیزان آمدن جلو فساد اجتماعی در جامعه ما گرفتن و این جشن پاک و خوب ما هدیه دادن. قابل مقایسه و جبران نیست با یخچال فریزر. یک جوان عروسی میکنه، ریشه ایمان رو در جامعه میسوزاند به صرف این که میخواهد خوشحالی بکند. تا نماز صبح میزنن و میرقصن. در اون وقتی که خدا به آسمان دنیا می آید میگوید هل من مستغفر ینزل ربکم فی الثلث الاخیر من الليل الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر هل من داع. چه هدیه امشب به مردم خوب این منطقه شما دامادان این 21 نفر، این 42 نفر امشب چه خدمت بزرگی کردی و چه سنت حسنه ای رو اگر شما نمیپذیرفتی انجمن خیریه ابرار کاری نبود. انجمن خیریه ابرار یه پیشنهاد دهنده بود، باید شما میپذیرفتید. یعنی 42 طایفه پذیرفته این برنامه رو.
به قناعت رسیده که مفیده. برای اولین بار در ابتدای سال جدید، یک تحول منطقه‌ای جدید، سالی که سال شکوفایی و نوآوری، همونطوری که جناب شیخ اعلام کردن که رهبر معظم انقلاب اعلام کردن، امسال سال شکوفایی و نوآوری است. جوانای خوب، ثمره هایی که امشب به بار نشست، نتیجه تربیت خانوادگی خوب و نتیجه تلاش علما و بزرگان این منطقه هست که دست به دست هم دادن. وقتی که این چراغ سبز رو از جوانای خوبشون دیدن، تمام وجودشون کل منطقه حمایت بکنن، از مسئولین و غیر مسئولین، خواهر و برادر، بزرگ و کوچک، همه اینجا حضور دارن. چه سوژه خوبی است و زیبایی است امشب برای فرشتگان خدا که از این سوژه تماشایی و دوست داشتنی فیلم برداری کنن و در ملکوت اعلی به نمایش بگذارن برای عموم فرشتگان و خداوند ناظر این فیلم باشد و فرشتگانش. این فیلم شاید بسوزد، ولی اون فیلمی که از کهکشان ها میگیرن، الان این چراغ ها این فضا رو روشن نکرده. همینطوری که ستاره های آسمان در شب تاریک زینت آسمانن و چشم و دل و جان و جذب خود میکنن، از بالا هم ستاره های درخشان در زمین که دید خدا و فرشتگان رو جذب میکنن، انسانهای مؤمنی هستند که با وضو و طهارت باطن و ظاهر به چنین محافلی می آیند. هر کدوم یک مشعل نوری هستید که الان از اونجا دارن از شما فیلم برداری می کنند و با دید بزرگ به شما نگاه می کنند. سال جدید، سال 2001 خاطرم هست که کشور فرانسه، ملت و امت فرانسه و دولت فرانسه در سال 2001 باید در دنیا بدرخشد به روشنایی برج ایفل، اما این ممکن نیست مگر زمانی که ملت فرانسه از ثانیه های سال جدید 2001 استفاده بکنند. استفاده کامل از یک ثانیه براشون ثانیه مهم باشد، اما ما کیلو ساعت رو از دست میدیم، استفاده نمی کنیم. امت اسلامی، میانگین مطالعه در ممالک اسلامی شاید برای هر نفر 2.5 دقیقه باشد. در کشور آلمان از هر 1 میلیون نفر 6,000 ژن برتر وجود دارد. در ایتالیا و ژاپن از هر 1 میلیون نفر 5400 ژن برتر وجود دارد. هر ژن برترش مثل پروفسور حسابی ما. روز 9 ساعت مطالعه مفید. چطوری میخوایم سال جدید سال نوآوری باشد مگر اینکه از ثانیه ها استفاده بکنیم؟ آغاز این سال باید با توبه نصوح باشد، باید با تجدید بیعت با خدا و رسول باشد، باید با تجدید انگیزه ها و نیت ها و مقاصد و اهداف شفاف باشد.